سلام می‌دارم خدمت شما دوستان عزیز. این دفعه با خلاصه‌ای از زاویه‌ها در دایره خدمت شما رسیدیم. به این صورت است که اگر زاویه‌ها در دایره اگر روی مرکز یا روی محیط قرار بگیرن سه حالت مختلف نامگذاری میشن. اگر روی مرکز قرار بگیرن زاویه مرکزی هست که اندازه اون برابر است با اندازه کمان روبروش، یعنی اندازه کمان آبی. و اگر روی محیط به این صورت قرار بگیرند و هر کدوم از ضلع‌های زاویه برتری از دایره باشند، زاویه معادی نامیده میشه که اندازه اون برابر است با نصف کمان روبروش، یعنی دی3 دوم. و اگر یکی از ضلع‌های زاویه برتری از دایره و ضلع دیگه مماسی بر دایره باشه، زاویه ضلعی نامیده میشه و اون هم برابر است با نصف کمانی که توی این محدوده قرار میگیره، یعنی کمان انکا دوم. خب اگه بیاد دو تا وتر در دایره به این صورت همدیگر رو قطع کنن، در درون دایره زاویه ایجاد کنن، اندازه زاویه‌ای که اینجا ایجاد میشه، این زاویه‌ای که حالا اسمش M1 بذاریم، برابر است با کمان‌هایی که در دایره ایجاد کرده با همدیگه جمع می‌کنیم تقسیم بر 2، یعنی کمان DB به علاوه کمان AC تقسیم بر 2. اگر وترها در دایره به این صورت همدیگر رو قطع کنن، یعنی امتداد وترها همدیگر رو قطع کنن، اندازه زاویه ایجاد شده در این قسمت برابر است با کمان بزرگتری که ضلع‌های این زاویه در دایره جدا کردن منهای کمان کوچکتر، یعنی کمان آسه منهای اندازه کمان آسه منهای اندازه کمان بده تقسیم بر 2. خب من اثبات هایی دارم توی پیج خودم گذاشتم، میتونید اونجا مراجعه کنید و اثبات هاشون رو هم ببینید.